کاکا جان دیگه خوبی؟ ما نوکری اشون بدون تو خدا شاید که خیری سلام خیره یا خدا بیادر تو کجا هستی خدا شد ما شاول دنبال میگردیم تو اینال پیدا کردیم چه رقم آدم هستی تو ما از کجا ما پدرایت میشناسم ما پدرایت میشناسم شریف است فعلا آمده اینجا که شما مشاهده میکنین آجیس بزرگوار برای ما گفتن میتونه که این زمینا امسال او بود نبود زیادتر چی کشت کردن در مو کسی بسیار از مسئله گندم ستاره محترم خوبی سیدمان بخیر حال احوال بخیر خیر 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 الحمدلله سایل جان. کستی بابا آجای خانواده همه خوبن خانواده سلام دوستای عزیز گل نازنین خدا کنه جور صحتمند باشین در هر گوشه و کنار دنیا هستین کنار خانواده خوشحال باشین دوستای عزیز خوش آمدید در برنامه امروز از مو همه دوستای عزیز در ویدیو قبلی به چشم گفته بودم که سخی لالا همراه کاکای نوروزعلی ستاری از بازار جوغوری زیبا در منطقه خاکباد زیبا در اینجا تشریف آورده بود دیگه این امروز هم دوستای عزیز اون بخیر ان و به نام یاد خدا طرفای ناهور و مالستان و کمرک زیبا را ایشدیم دیگه بریم از اونجا از جاهای مختلف بچشیم ویدیو به تصویر بکشیم کمرک بریم از آجیس معلومات بگیریم بسیار که امسال بریم یک دفعه دیدنش بسیار بسیار شریف است فعلا آمده اینجا که شما مشاهده میکنین آجیس بزرگوار برای ما گفتن میتونه که این زمینا امسال او بود نبود زیادتر چی کشت کردن در مو کسی بسیار از مسئله گندم میکاری آره یک خورده جب میکاری آره. یک خورده کچالو میکاری فهمیدی دیگه یشقه داریم شفتل داریم فهمیدی زیاد گندم میکاریم از بار یک دانه گاو که بیکای ازی در مو باشه کاموس کجا بیاری راست کندار در مو دور زوج در مو دور دیگه هم سوزی با بله ایوان میوان میکاری دیگه گندم زیاد نمیکاری اینا لینی نوشه گندم دیگه اینو از مایه او نمو که قرقد قول شما از مایه دیگه او اشمویه آزمویه ماشاءالله بال نظر شکسته کاردو پیاز کشتنی دیگه جای رسیده نمیتونی نه اینی گندم کارو است از مو اون شفتل هم از مایه شو من پایین اینی دیاشی یا تیر کسته یا تقسیمه او از اویه این زمان بابای آدم که تقسیمش داد تبیل دبو تقسیم هستی مفهمیدی؟ ولی کمرک کم جایداده خوب ملگه تنگ قیده جایش قیده آوش خوبه مگه ما خوبه آو خوبه از نور که شاید خوب باشه بیتره اینا جای ببینی یعنی ما اشکاجی گفته دوستا زمین کمه ما کامرا ماینم نیه متاسفانه ببخشید آجیس بزرگوار مدگاو چند دانه داریم گوشتن چند دانه داریم مدگاو ما یک دانه داریم مال خدا ریسپای کلش 5 دانه داریم ماشاءالله چطور که بیدمون نمیکنیم پس نه اصر در کور نموره فهمیدی؟ اون قرار نموره مقصد دیگه اونو یک تایفه بیگانه ما قرار مالاش میشرنه چاق میشه موره مو کدام گبم نداری منطقه است زیاد خوب کار نداریم بیل میچرنه نمیچرنه دیگه کار نداریم در مو کار نداریم دیگه یه نمی زمینایی مینه اگر رابط لوت خدا بود که کدام باریشو سیل نکرد کمنیت بالنی اگر سیل کده این لینج ما موره سیل سیل قاری خدای نه سیل زلزله قاری خدای برف که بعد از سال نو بارید آیا برای شما نقص رسان؟ نه نرسان ولی باری سال اما آخر کار که برف کرد درخت میوه خیلی سجمه زد یخی کرد گلار ریختن دیگه یعنی سال باغ و سیو زیاد بر نداره چطور تفن یخی این مرکز خدا را 49 سال میشه ما از اسکری ترخیص شدم ما در زمان زایر ترخیص شدم مگم خیلی ماشاءالله تکرار مانده اولا تکرار نی ما اینال پایای می درد نه ام سندای از ما همه کل رفتن لای خاک این ما از برکت خدا مندم خدا تو ایمان بده خدا ایمان بده دیگه شکر یک دیلی تازه دروم تشکر خدا ایمان بده بسیار میمون نواز دیلی تازه دروم دیگه بازار کسان فکر یک پول یک دیگه ما ولاگه در بلچ باشم دیگه که مخرم ولاگ در خسی سبا باشم خودی مگی مو میسن از با خداوند تشکر مر خیلی مردم تشویق کرد بیا ایران بودی پاکستان بودی گفتم سنگ در جای گرنگ ولاگه شور بخورم یکی زادگاهی من نشنم در خارج مشون قصر لغه میزنم گفتم لاله افغانستان
حاجی صاحب عزیز تشکر از خدا. خدا سلامت بسیار باشید. آدم نیک هستی. زنده باشی، بسیار خوش سلامت شده. باشی دیگه. خدا جهان حافظ. سپاس. خدا نگهدارتان. حتما حاجی صاحب. باین خوب انشالله. باین تشکر. اقتصادی باین. درست. آدم به خوردن خوب نمیشه، درست است. رفاقت خوبه، واقعا. شیرینی خوبه. هر کس محافظت شی، خوبی شی، انسانی شرافت شی، دیست خود چیه راست. دیست کسی دیگه نیه. بله. تشکر راست میگی. ها برین دیگه. خدا تشکر. حافظ. خدا حافظتان. خدا حافظ. خدا برین. حافظ. باشه. سلام. یا خدا حافظی. بیادر تو کجا هستی؟ خدا شد ما شب روز دنبال میگردیم تو رینال پیدا کنیم. چه رقم آدم هستی تو؟ ما از کجا؟ ما پدرایت میشناسم، ما پدرایت میشناسم. جگر او تو نبود تو ماشاءالله. خیلی والا ماشاءالله. خوب هستین؟ الحمدلله. بخیر هستین؟ الحمدلله. اولادا خانه خدا قراریه؟ شکر. خدا از شکر. بار شکر که جوره. در می مملکتی دیگه؟ ما هستم اینجا به خدا. اینجا هستم مگه. کجا بریم بزرگوار؟ آه. تشکر. اینم روش آقای ای خود بیخی جگر دار پیدا کنم. یکی دیگه هم سفر مایی. ما اینجا خیلی راز نموگه. کجا بودیم که بالای مشکلات او در دل آرده. همین شکر که جوره. شکر هزار بار کمی. یکی واقعا برای آقای که هم گفتم بسیار مردم میمان آواز اینجا. باور کنیم مردم در رسانه واقعا هستیم. اینم نه خدا واقعا از این خاطر تشکر که بسیار ممنوازی کردین. خدا خیرتون بده دیگه. اگر اجازه شما باشه ما از پیشتان رخصت میشیم. کدام گفتنی خاص اگه داشته باشیم. خب دوستای نازنین، در قدم اول ما مقدم آقای نویزاده را قریب مادرقول و آقای ستاری را خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدن دیگه دوستا. تا چاش شدیم که مهمان از ما بود دیگه. حالا اگر کم کسی ما را حلال کنار بشیم دیگه خدمت شما عرض کنم که دو من خدا سایه آقای نویزاده را که خنده بر لبای مردم جاری است بالای سر از کم نکنه. متوقع دوستایی که از دور و نزدیک از داخل و خارج بیننده اند انشالله که غلام سخی لالا را 1000 سال نگه داره. زنده باشه. یک لحظه سال مردم به پیر کنیم. این حال قرار بود که ما یک نقشم بریم، یک درامی خیلی خنده‌دارم جور کردیم بلدهشون، باز موقعیت ایجاد نکرد. این آقای ستاری رو میگن کمک مشکل دیگه ما اجازه دادم که دیگه آزاد هستیم. اگر شب میماندن بازم قول دیده آقای نویزاده که ما در تعطیلات تابستانی میایم انشالله دراماهای خیلی عالی قشنگ ما چونیم که لذت بخیم بینا دیگه. بیشتر از این مزاحم اوقات نازنینشون من نمیشم دیگه. بخیر و سلامت باشین آقای نویزاده عزیز. خدا خیرت نکنه. همیشه آرام سلام برار خوبی بخیر مر بغل شرمنده نشین بخیر تلا نکنی که دست من چقدر زور داری ماشاءالله. ما اینجا هم که احترام تو تلا کنی نه تلا جور بخیر. چی حال داری؟ شکر که جوری. چی حال داری امروز سودا و خرید و فروش و حالا خوب ماشاءالله مردم مالستانی چه خوب مردم هم نباید ناراضی باشه آدم نظر کار کسی داشته باشه. شکر نه یا هم زیاد او کل چند گفتر بوزن خوبه دیگه در کابل 80 پایتخت هست نه پایتخت نفذیم اینجا ایسی معشوم از کجا میاد؟ این چنده؟ کاکا جان دیگه خوبی؟ ما نوکری اشمون بدون تو خدا شده که یک عیف مردم هنردوست و هنردیشین مردم با اخلاق بخیر نه از چی بد نمید نه از بودگی نه ما جاغوریم دیده خدمتشون مردم شریف نمانواز مالستان. امی بازار را دنامی چیز حل میگم؟ بازار به نام خارجزت. بازار خارجزت. خب اولش یعنی امی موشا خود معرفی میبخشید دوستان؟ آره تو من بنده محمد خان فامیل شریفشون؟ غلامی سرجوده شریف. آقای غلامی عزیز بزرگوار. مو اگر بریم طرف سرخپور آره از این مفهوم
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر. جور باشید. ایرا شنیخته ای چرا را؟ سلام و درود با برادرای بخیر. چی حال داره؟ خوب است حاجی صاحب؟ بخیر هستین دوستای عزیز. حاجی صاحب بزرگوار فکر کنم دکاندار است. دکان چی است؟ تیل هم سودا نی. او تیل از کجا میری؟ از غزنی میری؟ چطور فایده موشه نموشه مگه تیل قیمت شده؟ گیلان چند چند یک میگی؟ گلان؟ 400 وای با چی آده تو؟ اول 300 نبود؟ تشکر تو قداجی گپ بزن. سخی لالا که میگو؟ اینی میره. خب اینال اگر تیل بخشیز موشه کنی فرض کن گیلان چند شه؟ رول ندارم رزال دختم رزال سینیم سازم بریم پوینتر از چانگ دهیم چانگ هم هستن که یه چند اینجی کن دیگه هم هستن اینجی بلرجات پیش رو بسیار خوب، بسیار خوب. موفق باشی آقای غلامی عزیز. تشکر می‌کنم از شما که وقتی گرانبهای خورد با سخت خود به جای کی میریم شما؟ به جای شریفی. تشکر آقای. خب سلامت باشید. خانم آب کجاست سخیلالا؟ رفت خانه. خانه رفت؟ دوستای نازنین این ما در خانه انجینیر صاحب نثار احمد باجه آمدم. بخیر رسیدیم در منطقه زیبای سخت قول. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. سلام علیکم و رحمت الله. باجه جان بخیر. ستاره محترم خوبی؟ صحتمند بخیر حال احوال بخیر؟ سلامت خیر خیر. خانه خیرات. الحمدلله سایل فضل جان. خوب هستی؟ بابا آجای. خانواده همه خوبن؟ خانواده محترم. سلام علیکم. کاکا جان خوبی؟ جان جان بخیر صحت خوب خیرات بخیری؟ بخیر جوری؟ بخیر آمدی. صحت خوبه؟ شکر. نوسگو شکر که خیلی. بچه ها آقای والیشون آجای زیا خوبه؟ قد کاروبار خوبه. الحمدلله وجود برای خوبه؟ یا الله بیش بیش یا الله. بخیر جوری؟ شکر الحمدلله. خانه خیرات. شکر خیر. دوستای نازنین قسمی هم که بخششون گفتم در منطقه زیبای سختقل در منزل نثار احمد باجه خواندم. این منطقه انجینیر نثار احمده. دیگه خوبی کاکای جان؟ جانمان تجوره؟ خوب خسته. نو سماسه؟ یه دامادین. الحمدلله از برکت دوایشون. صحتشون خوبه؟ فضل خدا خدا الحمدلله. شکر. فضل خدا جور باشه. زحمت‌ها انجینیر باجه جان بسیار بو بخشه به خدا شما زحمت میشه. خدا شاید که مو شما در این وقت کار در تکلیف گرفتارده. حال در نظرم وقت کار هم هستن. شدیداً وقت کار ولی اشکال نداره قدم والا. دستور سلامت باشه لطف ده. یعنی ستاره مرورد ما گفتم کار. ما نورالله جان در بیرون سرخورده آقای نبیزاده این برادر کوچیک انجینیر صاحب نثار احمد نورالله جان. روح الله. نورالله روح الله فهمیدم. فهمیدی؟ نور الله مگه تو روح الله مگه نور الله ای خب دوستا دیده این کچکش را نشده. این کچکش را دیده نه در دوری با سیل منیم که کی رولا گفته که نورالله گفته. نانی وطنی پترمالی وطنی سایت دوستا نامی خدا دمی خانمای ازی مرگان سر کو از شما از نانبایی میدی نه؟ چی؟ آره ما هم نشناختیم تو که نم نشد خیره. نه میشناسم سالگیره چی؟ ما که نم نشناختیم. سالگیره. خواه تشکر. آخر خیلی دوستای زحمت عزیز انت کشیدیم. مهمان نوازای خیلی زحمت کشیدیم. جای بخشش باشه دیگه باید خواهیش تشریعی میشده هزی بیشتر چی رقم دیگه مورا از نه، بیشتر خواهش منم. شرمنده نکو انجینیر صاحب. قریه سخت گل چی؟ سخت قل سخت هر قل. زمان یاد گرفتی بیا بگی. سخت قل چه جای است والا. کاکای جان دیگه خوبی؟
الحمدلله شکر شما خیریتین. سلامت باشی، خدا تو رو نگاه کنه، الله خدا تو رو بابای ایمان خوبه. ده. خدا رو شکر. سلام قدر گفت بخشید تو علیکم بر سلام. دوستا. باور به خدا که قدر پدر مادر بینگنید. ما انمالی پدریم سنش از کاکای جان بالتره از پدر انجینیر نثار احمد. منتها مثل یک کو مثل یک کود پشت سر ما انمالی پدر جان مسته که ما دم اینجا چکر برمشم. اگر پدر جانم نباشه دیگه از ما خلاص. سلام درود بر شما. بست یک اول پرسید کنه. سلام علیکم.